نصيحة. اگر انسان واقعا از انتخاب آزاد محروم باشد، پس با کدام اساس ما میتوانیم او را برای جنایت‌ها، کشتار، دزدی، تجاوز، شکنجه و دیگر اعمال دهشت‌آور جزا دهیم؟ چرا او را گناهکار می‌شماریم اگر او تنها قربانی گن‌ها و بیوشیمیای خود باشد که او را بدون اراده‌اش اداره می‌کنند؟ و اگر انسان هنگام نشان دادن سخاوتمندی، فداکاری و قهرمانی نیز مجبور باشد که چنین رفتار کند، پس کدام اساسی برای ستایش و قدردانی او وجود دارد؟ اگر همه چیز تنها ریاکسیه‌های مادی و تصادف‌های طبیعت باشند، پس مفهوم جوابگری و اخلاق کاملا معنای خود را از دست می‌دهند. آیا عجیب نیست که سم خریس آدمان را لختک‌های بیوکیمیایی می‌نامد؟ خودش پیشنهاد می‌کند که برای خلاصی از شر مسلمانان به سر آنها بمب‌های هسته‌ای پرتافته شود. همچنین آیا عجیب نیست که اتئیستان با تمام نیرو کوشش می‌کنند که خیالات خدا را از بین برند، اما همان جدیت را برای نابود کردن خیالات اراده آزاد که آنها خودشان نیز رد می‌کنند نشان نمی‌دهند، حالانکه محض همین خیالات باعث می‌گردد که جامعه آدمان بیچاره را برای جنایت‌هایشان جزا دهند. آدمانی که موافق تفکر مادی مجبور بودند جنایت صادر کنند، زیرا گنها و محیط آنها را وادار کردند.